سلام چطوری؟ امیدوارم هر جا که هستی حالت خوب باشه. تو این ویدیو میخوام بهت یاد بدم چطور این بوت رو درست کنی. پس لطفا تا آخر ویدیو همراه من باش. خب اولین کاری که میکنیم این هستش یه قالبی که گذاشتم براتون دانلود کنید رو وارد برنامهتون میکنید و بعد از پن آواتار استفاده میکنید. وسط این آواتاری که آوردیم رو مشخص میکنیم. قسمت کفش رو هم دورش رو به این شکل جدا میکنیم. برای قسمت بالا هم همین کار رو میکنیم. خب حالا میام این آواتار رو شیفت رو نگه میدارم و روتیتش میکنم که قشنگ عمود روتیت بشه. فلتن برای این قسمت کرف پوینتی که تو خط صافش هست رو دیلیتش میکنم و بعد این خط رو آنفول سیمتریک ویت سوینگ میکنم. میذارمش رو پارتیکل دیستنس 5 و بعد شبیه سازی. برای آواتار هم کلیک میکنم روش تو قسمت پراپرتی اسکین آفست اون رو هم روی 1 میذارم که این کفی که براش درست کردم نزدیک بشه. تنظیمش میکنم وسط قرار بگیره. خب برای این قسمت باید 2 تا پارچه داشته باشیم. یه پارچه سافت که حالت دیفالت داشته باشه، یه پارچه هارد که حالت سخت داشته باشه. اسمشون هم سافت و هارد جدا میکنیم. پارچه هارد رو میذارم رو حالت ترینفول گرین لدر از قسمت فیزیکال پراپرتی. حالا این دورش رو آفست پترن اوتلاین میکنم به اندازه 1 سانت و خط بیرونی رو دوباره آفست از اینترنال لاین میکنم به اندازه 7 نقطه هایی که اینجا هست کانورت به کرف پوینت میشن. خط داخلی رو با آی دیلیت کردم و حالا یه اینترنال لاین فقط دارم. این قسمت هست گارمنت رو سلکتش میکنم رو حالت پارچه هارد میذارم و بعد میام وسطش رو پین میزنم و بعد شبیه سازی میکنم و بعد پینش رو برمیدارم و پارچم رو هم فریزش میکنم. آواتار و پارچم رو میچرخونم مووشون میکنم به سنتر با کلیک راست. اینم موو میشه به سنتر و گراوند که بعد میارمش بالا. ارنجش میکنم که قشنگ جای مناسب قرار بگیره. از همه طرف نگاهش کنید و بذاریدش روی مرکز. خب قسمت بالای کارمون رو هم فلتنش میکنیم. میچرخونمش. بچه قسمتی که کرف داره رو آپتیمایز کنید یا اینکه دستی کرفش رو میتونید تمیزش کنید که خوشگل‌تر وایسته. اینم از این قسمت بالاش رو هم میتونید دیلیت کنید صاف وایسه. حالا بعدا تنظیماتش رو انجام میدیم. کنترل دی میزنم سیمتریکش رو انجام میدم. دوخت میزنم به این قسمت. به جهت دوخت حتما دقت کنید. شبیه سازی. خب قسمت وسطش هم میدوزم باز شبیه سازی میکنم. اگر این قسمت رو میره به کف قاطی میشه به خاطر پارتیکل دیستنس هستش. این رو اگر پارتیکل دیستنسش رو بیارم پایین تر فیکس میشه. یه مقدار فاصله میدم پارتیکل دیستنسش رو میذارم روی 5 و شبیه سازی ببینید درست شد. خب فریزش میکنم و بعد میام این قسمت رو کپی میکنم. لاین پایین رو آفست پترن اوتلاین به اندازه 5 سانت. اختیاری میتونید بیشتر کنید هر اندازه که میخواید پاشنتون بلندتر باشه. از خط وسطش کات میکنم. این رو باقی میذارم برامون. حالا باید یه مقدار تنظیمات شیپش رو انجام بدم. مثلا اینجاش رو صاف کنم عمود بمونه و اندازه خط بالا این قسمت باید
با این لاین بیرونی که قراره بهش بدوزم یکی باشه، بنابراین با چنج لنث اندازه‌هاشون رو یکی میکنم. قسمت پایین و این قسمت رو میخوام کوتاهش کنم، اینطوری وایسه. حالا یه ذره باید شیپش هم تغییر بدم. این کرف پوینت های اضافی رو دیلیتش میکنیم و این شیپش رو تغییر میدیم. حالا برای تنظیم کردنش کار زیاد داره، بعدا هم دوباره به تنظیماتش میپردازیم. حالا یه چیز حدودی که خوشمون میاد رو انجام میدیم. آن فولد سیمتریک میکنم از لاین جلو، آن فریز میشه و بعد به لاین بیرونی دوخته میشه. باز دوباره یه چک میکنم ببینم اندازه هاشون یکی هست، اگه نبود دوباره تنظیمات رو انجام میدم. این قسمت خیلی مهمه که حتما اندازهشون یکی باشه. این رو هم میارم و میدوزم به این شکل. زاویه دوختش رو بر روی 90 بذاریم و شدتش هم یه مقدار بالاتر ببریم، مثلا رو 50. پشتش هم بدوزیم به هم به این شکل بمونه. حالا یه ذره اینجا رو دوباره باید تنظیم کنید. ببینید نسبت به چیزی که توی تصویر تو حالت سه‌بعدی میبینید تنظیمات رو انجام میدیم. خب حالا از این قسمت 10 سانت جدا میکنم. بعد از قسمت 10 سانتی آفست پترن آوتلاین میکنم. 1 سانت کافیه، چون بقیهش رو برای اینکه پاشنش رو شکل بدم باید دستی تنظیم کنم. حالا هر پاشنه‌ای که مد نظرم هست اینجا درست میکنم. پشتشون رو بدوزیم به هم. حالا اگر دوخت داره دوخت رو دیلیت کنیم، دوباره دوخت جدید بزنیم. یه ذره پاشنش بلندتره، یه چند سال میبریم بالا. حالا بعد دوباره بعدا تنظیم میکنیم. این قسمت کرف پوینت میزنم و این سگمنت پوینت رو به کرف پوینت تبدیل میکنم. حالا شیپ اینجا رو میگم باز سلیقه‌ای هر جوری که خودتون دوست دارید شکل بدید. من اینجوری که دوست دارم انجام میدم که همچین شیپی داشته باشه. این قسمت رو لیر کلون آندر میکنم، میذارم پایین و بعد از گیزمو استفاده میکنم میکشمش پایین تر. دوختی که با هم دیگه دارن دیلیت میکنم. قسمت پایینی رو ریموو لینکد ادیتینگ میکنم و بعد دوباره کلیک راست 7 سیمتریک. حالا از قسمت بالا 20 سانت جدا میکنم، از اینم 20 سانت به این شکل جدا میکنم. این دوتا رو به هم دیگه میدوزم. این قسمت باقی رو یه دونه نقطه میزنم، بعد که فونتش رو دیلیت میکنم. یه همچین شکلی در میارم ازش، ولی اندازش باید با این یکی باشه. پس اندازه ها رو تو این قسمت یکی میکنم. این رو هم صافش میکنم. حالا این میشه برای پاشنه. پس ادامه دوخته میشه به پاشنه. به این شکل اتفاق میفته. فقط بالایی رو فریز کنید که راحت تر اجرا بشه براتون. دوباره دوخت ها همه 90 درجه با شدت 50. حالا چیکار میکنیم؟ میام این قسمت رو میذاریم رو حالت سافت و قسمت پاشنه که رو حالت هارد هست باعث میشه که شیپ پاشنمون توی سه‌بعدی کاملا درست بشه. ارنج میکنیم این قسمت ها رو. حالا اگر ایرادی چیزی هست فیکس میکنیم. این قسمت چون یه مقدار پایین بود اینطوری فیکسش کردم و همه چیزش اوکی شد. برای کف پاشنه یه دونه مستطیل میزنم، بعد این مستطیل رو اینجوری میذارمش زیر پاشنه. حالا هر چقدر کم و اینا داشت بلند میکنم مستطیل رو اینطوری. سعی میکنم بذارمش وسط. حالا با کمک هنگارمنت وسط رو مشخص میکنم. این مستطیل رو یه ذره به وسط نزدیکتر میکنم. حالا دور این قسمت پاشنه رو با پنگارمنت خط میزنم. فقط همین کارو میکنم و بعد در نهایت دابل کلیک میکنم. حالا با اینترنال لاین این پاشنش رو میکشم. ببینید به این شکل کات میکنم. قسمت بیرونی رو نمیخوام.
حالا میره توی پارتیکل سنس 5 و unfold symmetric with sewing. یه مقدار بیاد پایین تر و بعد دوختش اجرا بشه. به این شکل. میتونم شیپ پاشنه رو اینجا تغییر بدم. هر شیپی که خودم دوست دارم، بزرگتر، کوچیکتر یا هر حالت دیگه‌ای که مد نظرم هست. و بعد شبیه سازی بشه. قسمتم باید دوخته بشه. فقط حواستون باشه که زاویه دوخت همیشه باید 90 باشه. اینم که دوخت زدیم زاویهش 90، شدت بیشتر 50. اوکی. اینم از پاشنه. یه مقدار باز حس میکنم که پاشنه پایین تره. میتونم یه سری ارنج ها رو اینجا انجام بدم. مثلا پاشنش رو بیارم جلوتر یا هر چیزی. حالا برای اینکه بخوام پاشنه رو با کف توی سر قرار بدم، از یه نوار به این شکل کمک میگیرم. سعی میکنم که اینجوری تنظیم کنم. حالا کف پاشنه رو میبرم بالاتر و بعد شبیه سازی میکنم. فقط حواستون باشه این پایینی رو فریز کنید نیفته. دوباره یه مقدار بالاتر. میبینید یه مقدار هنوز پایین تره. یه مقدار هم باید روتیت شه. خیلی کم. میبینید سیب جلوش بیشتره. این یه ذره روتیت میشه صاف بشه. اوکی. زیاد رفت بالا فکر میکنم. خب حالا دیلیت میکنم این لاین کمکی رو. دیگه فریز میکنم این رو هم میبرم پارچه هارد و بعد فریز میشه. بعد از شبیه سازی این چین و چروک پایینش از بین رفت. اینجا یه مقدار زاویه داشت، حالا در نظر نمیگیریم زاویه رو. در نهایت همه چی اوکی. حالا باید برای این قسمت ساق درست کنیم. اگر دوست داشتید ساقش کوتاه باشه که خب تا اینجا تموم کارتون. اگر نه یه مستطیل اضافه میکنید و ساقش رو طراحی میکنید به این شکل. مستطیل رو هم کنترل دی زدم سیمتریکش اتفاق بیفته و دوخت. یک چند دقیقه وای میسیم دوختش درست بشه. یه مقدار از قسمت بالا میام جلو، از قسمت پشتش هم همینطور و یه مقدار کرو ساق رو بهش میدم به این شکل. پارتی لیسانس 5. دوباره یه شبیه سازی. توی این قسمت این خطا رو با هم دیگه مرج میکنیم. قالب رو خارج میکنیم. بعد یه ذره حالا تنظیم میکنیم نشستن اینا رو. اینا فریز میشن. اینا هم فریز میشه. بعد از اینکه اون فریز شد قسمت پایینش به خاطر اینکه شیپ قالبی که داشته رو از دست نده پین میزنیم. بقیه جاها حالت آزاد داشته باشه. ببینید اگه پینتون اینجوری با فاصله حالت با فاصله شد یعنی بد در واقع اجرا شده اون پین یا حالا اتفاق بدی افتاده براش. دوباره پین میزنید. اینا نباید فاصله بین پینا قرار داشته باشه وگرنه شیپتون بد میشه. ببینید دوباره پین زدم دیگه بین پینا فاصله نیست و بالا هم به خوبی تنظیم شد. پین رو دیلیتش میکنم. قالبمونم دیلیت میشه و بعد در کل اینا فریز میشن. بعد میایم کل این کار رو ریموو میکنیم لینک هاشو و بعد کلا سیمتریکش رو کنترل دی میزنیم که اجرا بشه به این شکل. میذارمشون کنار هم. از این سمت هم اگر فکر میکنید خوب میشه میتونید امتحان کنید. حالا من همین سمت رو بیشتر دوست دارم.
بچه ها بعد از اینکه فریز کردید دیگه پوینتی چیزی دیلیت نکنید که بعد اتفاق میفته. از این قسمت آفست پترن اینترنال لاین میکنیم به اندازه نیم و اون رو کاتش میکنیم و اون نیم سانتی که جدا کردیم رو نمیخوایم دیلیتش میکنیم. برای همه قسمت هم این کار رو میکنیم و دیلیت میکنیم قسمت رو. دیلیت. این دوتا هم دیلیت. این قسمت پایینش که چین چین طور وایساده باید فیکسش کنیم. خب کاری که برای فیکس انجام میدیم که دوباره این قسمت رو اینترنال لاین میزنیم حالا 1 سانت مثلا و همه طرف این کار رو انجام میدیم. اون قسمت ها رو کات اند سو میکنیم، میبریم و میدوزیم. بعد اون رو از حالت فریز خارج میکنیم، همینطور ساید بعدی و بعد شبیه سازی میکنیم. ببینید قسمت پایینش دیگه حالت چین چین نداره. بعد از اینکه این کار کردیم دو تا نقطه رو اینجا تبدیل به کرف پوینت میکنیم و بعد این لاین ها رو با هم دیگه مرج میکنیم. ببینید این حالت این قسمت چین چیناش فیکس میشه. حالا باید بهش زیپ بدیم. اینجا زیپ رو انتخاب میکنم و بعد اول سمت راست و بعد سمت چپش رو زیپ میدم. برای اون یکی هم همین کار رو تکرار میکنم. بعد از اینکه زیپ زدم حالا باید تاپ استیچ انجام بدم. اول میام تنظیماتش رو درست میکنم. بچه تنظیماتش باز سلیقه‌ایه. این کارایی که من میکنم کارایی که با سلیقه خودم جوره. مثلا میام آفستش رو میذارم روی 2.5 اینا یا طولش رو تغییر میدم میذارم روی 3/10. ضخامت رو میذارم روی 100. اصلا مهمتر باید سه‌بعدیش رو روشن کنیم. حالت 3Dش رو روشن میکنیم و شدتش رو میذاریم رو 50 و حالا میتونم تاپ استیچ رو قسمت‌های مختلف اضافه کنم. مثلا اینجا جاهایی که خودم دوست دارم و قسمت بالای کارم. اینجاها تاپ استیچ میدم. یه شبیه سازی که زیپش هم اتفاق بیفته خوب. قسمت پایین زیپمون که حالت قفلی داره اون رو باید هایدش کنیم. پس کلیک راست میزنیم روش، هاید، باتم استاپر میزنیم. توی این قسمت نمیخوام نشون بدم که اونجا دوخت داره، بنابراین دوختش رو انتخاب میکنم و حالت سه‌بعدی دوختش رو دیلیت میکنم. در واقع نورمال مپ اون قسمت رو دیلیت میکنم که دیگه حالت سه‌بعدی نداشته باشه. پارچه اضافی رو دیلیتش میکنم. اینجا چند تا پارچه اضافه میکنم چون میخوام تکسچرهای مختلف بدم. حالا یکیشو میذارم بادی، یکیشو میذارم آندر و یکیشو میذارم آندر که بدونم هر کدوم واسه کدوم بخشه. این میشه قسمت، در واقع باید درست جدا کنیم. اینا میشه حالت آندر. کفمون که با پاشنه هست با اینا میشه حالت آندر. ببینید قسمت مختلف این میشه اینجا و اینا هم جزء بادی کار ماه. ضخامتشون رو تغییر میدم. حالا به هر ضخامتی که دوست دارید. ببینید من اینطوری تغییر میدم ضخامتاشون رو. باز اینا سلیقه‌ایه، جوری که خودتون دوست داشته باشید میتونید اجرا کنید این ضخامت‌ها رو. میرم توی کالروی و اینجا کالر و تکسچر ها رو تنظیم میکنم. برای چرم کارم مثل همیشه که چرم مورد علاقم هست چرم شماره 8 رو میدم. نورمال مپش رو وارد میکنم و توی قسمت تایپ رو حالت لدر میذارم و بعد برای قسمت رافنس حالت مپ میذارم و رافنس مپ رو هم اضافه میکنم. رنگاشون رو هم اینجا میتونم ست کنم. اینا دیگه کاملا سلیقه‌ایه دیگه. هر چیزی که خودتون دوست دارید. فقط برای قسمت آندر یعنی قسمت در واقع پاشنه کارم بهش نورمال مپ نمیدم. فقط حالت لدر رو میدم و برای قسمت زیر دوست داشتم که حالت پلاستیکی داشته باشه. تکسچر تایپ پلاستیکی دادم بهش. اینا هم دیگه تنظیمات زیپه و حالت رنگ زیپمون. دیگه قسمت های دوخت رو رنگشون رو تغییر دادم. تاپ استیچ
شیپ زیپم رو میتونم تغییر بدم و شیپی که دوست دارم بذارم و رنگ در واقع زیپ رو تنظیم کنم. نمیدونم چرا کلیک نمیکنه. دوباره بیایم توی این قسمت. اوکی درست شد. رنگشون رو، تایپشون رو، هرچی که دوست داشتیم اینجا جابجا میکنیم. خب بچه اینجا میام یه دونه دایره اضافه میکنم، حالا با یه اندازه تقریبا بزرگی 100 اینا، چون بعدا سایزش تغییر پیدا میکنه. میبرمش توی فبریک جدید، ضخامت اون فبریک رو میذارم روی 60-70، باز هرچی که دوست داریم ضخیم باشه در واقع. تایپش رو میذارم روی پلاستیک و رفلکشن رو میذارم روی 100. افقیش میکنم، به مرکز انتقالش میدم، ground and center، و حالا از بالا سعی میکنم که کرف سایز جیومتریش هم درست میکنم. ببینید دورش خیلی گرد نباشه، یه ذره حالت صافتر داشته باشه. کفش رو بهش نزدیک میکنم، خود اون کف رو هم میذارم روی زمین، سایزش کوچیک‌تر، یه همچین چیزی، انگار که جاییه که بوتم باید روش قرار بگیره، مثل یه میز. رنگش رو هم باز میذاریم اون تمی که خودتون دوست دارید. من این کفش رو در واقع تو تم سبزابی اینا کار کردم. بریم سراغ رندر. سایز عکسمون رو مشخص میکنیم و بعد میخوام پس زمین رنگش اینطوری تیره باشه و بعد وینتیج بذارمش. خب بقیه چیزاش که اوکیه. بریم سراغ نور. میتونم نورش رو بزنم روی لایت 7 که نور جالبیه، یا اشتیارای اضافه کنم که من یه دونه اشتیار دانلود کردم، اون رو اضافه میکنم. گراوند شادو رو آن میکنم، لاک میکنم در واقع نور رو به کامera و رو زاویه 25 درجه میذارم، چون زاویه خوبیه. زمان رندر من میذارم رو 30 دقیقه و حالا اکتیو میکنم ببینیم چطور رندر اتفاق میفته. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما برای من کامنت بذار، نظرتو بهم بگو و حتما هم لایکش کن. خیلی ممنونم ازت.